مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که از 6 تا 8 یولی سال 2023 بر اثر 4 صدمه نقلیاتی در راههای جمهوری 4 نفر از جمله 2 کودک 8 ساله و 4 ساله و زن 47 ساله جان باخته، دست کم 2 کس دیگر جراحت برداشتند. از جمله نیمه دوم 6 ایول سال 2023 تخمینا ساعت 17:25 راننده افت-ماشین تمغه تویوتا کامری اسم محمد فبیبولا سال تولدش 1990 ساکن نویه جامی هنگام حرکت از سمت جامی به سمت شهر باختر در حدود نویه کوشانیان از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نابالغ سفرخواجه ذکریا سال تولدش 2015 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ سفرخواجه جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 7 ایول سال 2023 تخمین ساعت 19:30 راننده افت-ماشین تمغه اوپل استرا عظیموف حسن خال بابایویچ سال تولدش 1983 ساکن نویه رودکی هنگام حرکت از سمت نویه رودکی به سمت شهر وحدت در راه ماشینگرد حدود جماعت دیهات زینب آباد نویه رودکی به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته نابالغ کریمزاده محمد سال تولدش 2019 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ کریمزاده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 8 ایول سال 2023 تخمین ساعت 9:50 راننده افت-ماشین تمغه اوپل استرا عبدالجبارزاده نورالله سال تولدش 1986 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در راه ماشینگرد کانبادام دیهمای در حدود دیهه نیوزبگ در کنار شهر کانبادام از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده عروبچه مایوبی پیادهگرد حیدر و نگاره حسینوف سال تولدش 1976 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد حیدر و جراحت‌های جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 8 ایول سال 2023 تخمین ساعت 16:00 راننده افت-ماشین تمغه وز غلامشاه سینا سال تولدش 2000 ساکن شهر خوروغ هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر خوروغ در حدود نویه واسه از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به کنار راست رو برآمده به چقوری چپ شده است. در نتیجه خود راننده غلامشاه در جای حادثه به هلاکت رسیده. مسافران داخل افت-ماشین مذکور نصرت شاه سورج سال تولدش 2000 ساکن شهر خوروغ و فرخشاهزاده فرقت سال تولدش 2003 ساکن نویه روشقله جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه و پرخطر به شمار می‌روند. تنها در 2 ماه اخیر می و یونی سال جاری بنا به حساب‌ها بر اثر صدمه‌ها در راه‌های جمهوری حدود 80 نفر به هلاکت رسیده. در چند روز گذشته و اول ماه ایول درباره کشته شدن حدود 30 نفر در صدمه‌ها خبرها به دست می‌رسند.